بانوانی محترم، شما را از صمیم قلب خود با این روز شرف که چون عید مادران در جهان مشهور شده است تبریک گفته به شما. پیش از همه از درگاه الهی تنی صحت، خانه آباد، برکت کار، ثروت بی اندازه و تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. در امروزه نوار ما سر می شود از ششلیک قیمگین. امروز خواستم برای اوژین ششلیک آماده نمایم. در اینجا گوشت را از میسروبکه گذرانیدم، بعدا پرپره و نمک زیره انداختم. این 2 دانه تخم بیدن را اکنون می اندازم. بار اول تیار نموده ایستادم در دخافکه. امیدوارم که با مزه می آید. دو ساعت ایستاد، اکنون گرفتم از خالدینلیک. در اینجا فلگه خواستم با همین چوبکو ششلیک نمایم. در اینجا 6 دانه کردم. من خودم نمیخورم گوشت، کلبسه گوشت تماما نمیخورم. دونه موتزارلا تیار کردی برای همون کمتر کردم. برای شوهرم، برای کودکانم تیار نمودم. من خیلی محکم میکنم. من ششلیک ما هم تیار شد دوستان. سوچنی به حد با مزه گفتند. شوهرم و کودکانم به معقول شد. برای ما اشتهای صاف دوستانم، کسی که طعام تناول کرده ساده است به شما نیست اشتهای صاف. سلطه الیویه و سلطه سیزر کردم. این بود پدرکی 8 مرد. این برسلیت را سال 2020 پدرک کرده بودم. این گشوار را همین سال. نه، این پدرکه های 8 مرد می باشد. اینش را دادرم پدرک کرد. می خواهم از آن کودکانم را یکم نشان دهم. این را یاسین جان برای من پدرک کرده است، از صدیق ساخته آمده است. به حد معقول شد. این را محمد جان پدرک نمود. شمام ای پاپا نویستگی است. در این گل جلانی هایش را نویستگی است. بچه جانی من، ماشاءالله. خداوند عمرکاتون را دراز گرداند فرزندانم، رحمت الله. اینش تحفه برادرم می باشد. خیلی که در ویدیوهای پیش گفتگی بودم که در نزد ما زندگی میکند.
برادرم تحفه کرد. و 2 نمود شکلات. من بی‌حد شیرینی را دوست می‌دارم. رحمت برادر عزیزم برای پدر کرد. این باشد پدرکی شوهرم. رفیلا 9 دانه گلی لاله. اینش باشد گشوار. بی‌حد معقول شد. رحمت برای پدر که minnettar. 15416 روبل 585 پروبش